در هفتم ژانویه 2025 یعنی همین چند روز پیش در لس آنجلس در نقاط مختلفش آتش‌سوزی اتفاق میفته که بزرگترینش در منطقه به نام پالیسید اتفاق افتاده بود. وقتی ساعت 10:30 صبح آتش‌سوزی پالیسید شروع میشه، اینقدر با سرعت بزرگ میشه که بعد از 15 دقیقه ماهواره‌ها میبیننش. یعنی اینقدر بزرگ شده بود. این آتش در جنگل‌های خشک پالیسید شروع میشه و خیلی زود خودش میرسانه به شهرهای نزدیکش. شهرهای مثل مالیبو و سانتا مونیکا، دو تا شهر خیلی بزرگ و پولدار، مخصوصا شهر مالیبو که بیشتر سلبریتی ها در آنجا زندگی میکنن و قیمت ترین خانه ها نیز در این شهر است. این آتش هیچ شوخی نداره، با سرعت داره زیاد میشه و همه باید فرار بکنن. در زیر 12 ساعت بیشتر از 2 هکتار شلوور شده بود. حالا چرا این آتش سوزی ها شروع میشه کارشناسان فعلا دقیق نمیدونن، چون همین لحظه‌ای که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم بیشتر از هزاران هکتار زمین آتش گرفته. کارشناسان میگن که احتمال امن وجود داره، یعنی کسی قصداً آتش زده باشه، یا احتمال داره که رد برق زده باشه، یا احتمال از این هم وجود داره که پایه برق شکسته باشه و افتاده باشه و به خاطر اتصال برق آتش گرفته باشه. اما چیزی که آتش را خیلی سریع غیر قابل کنترل کرده بود، بادهایی بود که از طرف شمال شرق میبرید که برش میگن بادهای سانتانا یا به بادهای شیطانی نیز معروف است. وقتی این بادها با این قدرت و شدت به طرف آتش حرکت میکنه، باعث میشن که آتش قهرتر یا شعله‌ورتر بکنه که در این منطقه بیشتر به اتفاق میفته. بادهای سانتانا بادهای کویری هست، یعنی هم خشک است و هم گرم. بادهایی هستند که بیشتر اوقات خودشان هم باعث آتش سوزی میشن. در مواقع آتش سوزی خیلی زود هواپیماها و هلیکوپترها بالا میشن و با مواد ضد آتش سوزی که دارن میتونن آتش را با خوبی مهار و کنترل بکنن. اما این بار این بادهای شیطانی که در بعضی از مواقع 100 کیلومتر بر ساعت سرعتشان میرسید، اجازه نمیدادن که این هواپیماها یا هلیکوپترها بتونن کارهاشون رو با خوبی انجام بدن. کارشناسان آتش نشانی اعلام کردند که این آتش به خاطر خشکی هوا، خشکی زمین و همچنین به خاطر زیاد بودن این بادهای شیطانی باعث شده اینقدر زیاد شود. مشکلی که این آتش سوزی را زیاد میکنه این است که در جنوب کالیفرنیا هیچ بارانی در این مدت نباریده و این کار باعث شده که خاک اینجا بسیار خشک و گرم شود. آتش سوزی بزرگ پالیسید و آتش سوزی کوچک اطرافش باعث شده که مردم بیشتر از 200,000 خانه را خالی کنن و از اینجا فرار کنن. میگن در همچون مواقع وقتی در فاصله 5 کیلومتری تان بالای کوه هم آتش دیدین، فکر نکنین که آتش از ما 5 کیلومتر دور است، به خاطر اینکه آتش خیلی زود و سریع براتون میرسه. اگر همچون آتش سوزی گیر افتادن اگر ازشون بپرسین براتون تعریف میکنن و براتون میگن که سرعت آتش چقدر زیاد است و چطور به زودی براتون میرسه. به خاطر همین هم در بزرگراه‌های همچون مواقع بزرگراه‌های شهرها همیشه ترافیک هست و باعث شده که مردم از ترسشان موتورشان در اونجا بانن و از موتورشان پیاده شوند و پیاده فرار کنند که بعداً با بولدوزرها راهها را قسم باز کردن. در حال حاضر بالای 8600 هکتار زمین آتش شده و سوزانده که هنوزم بیشتر از آتش نتونستن خاموش کنن و مهار کنن. میدانید 8600 هکتار یعنی چقدر؟ یعنی 86 کیلومتر مربع. این فقط پالیسید است. اگر مساحت مختلفی که دارن آتش میگیرن با هم جمع بکنیم، بیشتر از 148 کیلومتر مربع در حال سوختن هست که میگن بالای 13000 خانه سوخته و خاکستر شده. این هنوز آمار اولی هست، چون در حال اضافه شدن هست هنوز. شوخی نیست که 13000 تا خانه بسوزه و هم در تقریبا در قیمت ترین جای آمریکا که خانه های 20 تا 15 میلیون دلاری هم داخلش بوده. ده ها هنرپیشه معروف هالیوود اعلام کردند که خانه هایشان در این آتش سوزی سوخته. خانه 26 میلیون دلاری تام هنگس در مرز آتش بوده که اما شانسی شمال یا باد آتش مسیرش عوض کرده که نسوخته و سالم مونده. حالا هنرپیشه ها پول دارن و بیمه آتش سوزی دارن، خانه‌هاشون غمگینی است که مردم عادی چیکار کنن، مردمی که بیشترشان حتی بیمه آتش سوزی هم ندارن.
بیشتر از اینها بیمه آتش سوزی داشتند، اما بیمه آتش سوزیشان تا آخر 2024 بوده که در سال 2025 شرکت بیمه اینا را کنسل کرده و این مردم دنبال از این بودن که دوباره بیمه آتش سوزیشان را فعال بکنه. اما آتش هم می‌بینید در اولین هفته سال شروع شده به آتش زدن. این کنسل کردن بیمه ها، یعنی شرکت بیمه ها که بیمه را قبول نکردن، امروز یک تئوری شده که هم فکر میکنن که یک توطئه هست. اما خب زیاد به توطئه دست نمیزنیم که یوتیوب باز خودش نبیه، اما این توطئه هست یا نیست معلوم نیست. با وجود اینکه این منطقه آتش سوزی یک منطقه بیروبار هست و همیشه سرک‌هاش ترافیک داره، بازم در همچون حادثه خطرناکی فقط 11 نفر جان خود را از دست دادن که میشه گفت همچون آتش سوزی یک آمار پایین است. اما این آمار واقعی نیست، چون داستان هنوز ادامه داره و هنوز دقیق معلوم نیست. این برگره که میبینین، این برگره در هفته دسامبر 2024 شرکت آتش سوزی فرستاده به دفتر لس آنجلس. در این نامه نوشته شده که شهرداری لس آنجلس شمایی $7 میلیون که از بودجه آتش سوزی کم کردین میتونه مشکل ساز شود، مخصوصا اگر یک آتش سوزی بزرگ اتفاق بیفته. خیلی‌ها میگن که بسیار عجیب است چرا شهرداری لس آنجلس بودجه آتش سوزی یک منطقه‌ای که همیشه امکان آتش سوزی وجود داره را باید کم بکنه. خلاصه دلتان بخواد تئوری‌های بسیار مختلفی در مورد توطئه‌های زیادی فعلا در مورد آتش سوزی وجود داره. در حال حاضر 7500 نفر آتش نشانی و 1162 تا موتور آتش نشانی، 31 تا هلیکوپتر و 6 تا هواپیما به خاطر از آتش نشانی مهار کردنش در حال کار است. از هواپیماهایی که داره کارش بسیار خوب انجام میده و این هست کانادر CL415 که ساخت کشور کانادا است. این هواپیما در منطقه‌ای که آب باشه مثل دریا یا اقیانوس میشینه خودش به این حالت که میبینید زور میده و تانکیش پر میکنه و میره دوباره روی آتش و خودش خالی میکنه. یکی از سریع‌ترین راههایی هست که میشه آب حمل کنن به مرکز آتش. ترامپ هم گفته که مقصر اصلی فرماندار کالیفرنیاست، گاوین نیوسام، به خاطر این کارش باید استعفا بده. البته که میفهمین ترامپ از حزب جمهوری خواست و این فرمانده از حزب دموکرات است. ما کار به مسائل سیاسیش نداریم و زیادم واردش نمیشیم. یک ویدیو بسیار کوتاه در مورد از آتش سوزی بود. امیدوار هستم که از معلومات که ویدیو براتون وارد شد خوشتون اومده باشه و اگر همچنین اطلاعات بیشتر میخواید کانال ما تماشا بکنید حتما کانالتون رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و همچنین ویدیو رو نیست لایک کنید. یه بود ویدیو امروز دوستا، تا ویدیو بعد دیدار بعد.